معامله‌گر متمدن در مقابل معامله‌گر آماتور یا معامله‌گر صفر تعریف میشه. معامله‌گر صفر گفتم رهاست در چارت، هیچ قاعده‌ای نداره. شاید رفته باشه 4 تا تکنیک هم یاد گرفته باشه، این خط روند، یک ناحیه عرض و تقاضا، اما در این که چگونه این رو معامله کنه، با چه حجمی این رو معامله کنه، در چه جهتی این رو معامله کنه، کاملا رهاست. این رهایی هم خیلی لذت بخشه، فقط مسئلهش اینه که باید تعبیر تمدنیش ریسک عدم بقا رو بپذیری. اگه شانس بیاری زنده و اگرم بد شانس باشی از بازار به بیرون پرتاب میشی. و اما تمدن در معامله گری که همون پلن معاملاتی قرار این آزادی ما رو در مواجهه با چارت محدود کنه ذیل قواعدی و در مقابل چی به من میده؟ کاهش استرس و تنش‌های روانی رو به من ارائه میده. مهمترین دستاورد این قواعد پلن معاملاتی اینه که در مقابل ریسک‌های سیستماتیک در مارکت من رو بیمه میکنه.